بداش بله. ارشاد داره میاد. این ارشادش کن. آره آقا ارشاد داداش. اینه بگیر. با من بیا. چه خبر؟ ارشاد عزیز، من سمت تو هم، ولی الان میخوایم مثل دوتا مرد با هم صحبت بکنم. تو دیگه سمت اینجا نیا. سمت کجا؟ بلند شد. اون بیرون نگاه کن. دوربینا رو رفت. دوربین؟ بله، دوربین مخفی. چیزی نمیبینم. اسمش روشه دیگه، دوربین مخفی. اگه قرار بود ببینی که اسمش دوربین مخفی نبود. حالا اینا رو برای چی گذاشتن؟ برای دزد و اینا. خیر، میدونی که سارا برادر نداره، ولی من برادرشم. سارا خط قرمز نقیه، ولی من خط مقدم نقیه. من نشی جوریمه، من یالی بیمه، من گنگستر بیمه، من جنگی بیمه، ولی سمت تو. حالا این دوربینایی که کار گذاشته شده خیلی حساسن، یعنی اگر یه چیزی ازش رد بشه شروع میکنه آلارم دادن، بوق کردن. شروع کنه بوق کردن، نقی شروع میکنه واق واق. من شروع میکنم واق واق کردن. قدم اول شهر دوشنبه، قدم دوم لب مرز، قدم سوم میام بالا سر. من سمت تو هم، ولی توی شرایطی ممکنه مقابلتم باشم. تاجیکستان چیزی نمیخوای؟